آقای ببرسی بود شما دنبال چی هست؟ الان من نمیدونم شما دنبال چی هستی. من دنبال حقیقت. چقدر قراره ما عمر کنیم که روح و روانمون رو درگیر چیزی کنیم که دوستش نداریم؟ سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. قوی ترین دارویی که برای یه انسان وجود داره یه انسان دیگه است. من خیلی این بیتو دوست دارم. میگه که چشم خود بستم که تا چشمان مستش ننگرم. ناگهان دل داد زد دیوانه من میبینمش. چیزی به شما بگم، همیشه قاعده داره، همیشه قانون داره، واسه هیچی هول نزنید. تلاش بکنید، هول نزنید. قصه نخورید. الان فلان جا نیستم، اینجایی که هستی کاری بکنید. تقویم ها عجله نداره. من بخشی از عمرم صرف عجله کردم. فکر میکنم اگر عجله کنم اتفاقها زودتر میفتن، در حالی که سیب ها به موقع میرسن، انگورا به موقع میرسن. به نام خدا و با سلام به شما علاقمندان مسابقه هفته. میریم که مرحله اول و دور اول رو با شماره 1 شروع بکنیم. میگه چه ها با جان خود دور از رخ جانان خود کردم، مگر دشمن کند اینها که من با جان خود کردم. من برای بار چندم میخوام ازتون خواهش کنم که مشکلاتتون رو به کسی نگید، برای کسی مشکلاتتون رو بازگو نکنید، چون 80% مردم براشون مهم نیست و 20% هم از شنیدن مشکلاتتون احتمال داره که خوشحال بشن.